بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قسمت دوم از سیمای صحابه از داستان فریعه بنت مالک رضی الله عنها رسیدیم. گفتیم ایشون دختر مالک ابن سنان هست، شخصیتی که پیامبر میگه اگه کسی میخواد فردی بهشتی رو ببینه در روی زمین به اون نگاه بکنه. یکی از برادرانش که خودش امام و مجاهد هست و مفتی شهر مدینه هست سعد ابن مالک هست که همون ابو سعید خدری هست که 1100 حدیث از ایشون از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، جزو 7 نفریه که بیشترین روایت از پیامبر داره. برادر دیگه ایشون داره که هم جزو مجاهدان هم جزو امرا هست و جزو بزرگواران هست که قتاده ابن نعمان هست که ما اشاره کردیم. خواهر ایشون ام سهل بنت نعمان انصاری هست. حالا خوبه که خاطره ای رو از ایشون در این قسمت نقل بکنیم. مالک ابن سنان رضی الله عنه تعریف میکنه از خانواده خودش در مورد که پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قبل از اینکه پیامبر خدا بیاد به مدینه برای خانواده خودش، چرا که ایشون میدونه قبل از اینکه پیامبر مدینه بیاد مطلبی براش روشن شده بوده، چرا که از یهودیان شنیده بوده که به زودی پیامبری ظهور میکنه و صفات اون پیامبر رو این از این یهودی ها شنیده بود و یاد گرفته بود و همش این رو برای خانواده خودش نقل میکرد، به ویژه دختر خودش که بانوی بزرگواریه که امروز ما میخوایم در داستان امروز ازش صحبت بکنیم، فریعه بنت مالک. و زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کرد، شتابان مالک ابن سنان رضی الله عنه رفت به دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و همراه ایشون شد، با خانواده‌اش رفت پیش ایشون و در ایشون وقتی با خانواده به دیدن پیامبر رفت، خب دخترش فریعه هم همراه خودش بود و از پیامبر استقبال کردن و با پیامبر خدا بیعت کردن و این در واقع موقعیتی بود که این خانواده پیدا کردن در نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در محبت به خدا و دین رسول خدا و بهترین یاران و همراهان پیامبر خدا بودن و هر چه توان داشتن در راه خوشنودی خدا و رسول اینها به خرج دادن. اینها شهید دادن، اینها از خانوادهشون شهید دارن، در خانوادهشون محدث دارن، اهل عبادت دارن و هزاران موارد دیگه‌ای که اون فضایلی که صحابه نقل میشه، همه اینها نصیب این خانواده هست. اما ببینیم که این فریعه بنت مالک که مالک ابن سنان پدرش باشه، در واقع فریعه دختر شهید هست. چجوری دختر شهیده؟ مالک ابن سنان رضی الله عنه از کسانی هست که در جنگ بدر شرکت نکرد، چرا که ایشون فکر نمی کرد که در اونجا جنگی صورت بگیره. اما در غزوه احد، یعنی در غزوه بدر، ایشون شرکت نداشت و چون قرار نبود از قصد جنگ باشه، پیامبر صلی الله علیه و آله اعلام کرد ما میریم که کاروان قریشیان داره میاد، میریم خب حق کسایی که املاکشون مصادره شده در مکه اونها رو بگیریم و این بر همین اساس در اون غزوه شرکت نکرد که بعد در مسیر اون تبدیل به جنگ و جهادی شد در برابر که ستمگرانی که اموال مسلمانان رو غارت کرده بودن، به اینها ظلم و ستم کرده بودن. اما در غزوه احد ایشون دیگه نمیخواست این فرصت و شرافت که خداوند نصیب کرده از دست بده و تمام اون چیزی که سعی کرد بتونه فضیلت جهاد در راه خدا رو به دست بیاره. و وقتی که ایشون دید که بالاخره مشرکان اومدن برای جنگ با مسلمانان در این جریان، ایشون هم جزو کسانی بود که پیش قدم شد و آماده شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله، ما کنار شما با شما هستیم، هیچ نگران نباشید، قسم به خدا ما با شما هستیم و یکی از این دو خوشبختی نصیب ما میشه، یا اینکه ما پیروز میشیم و به اون چی که میخوایم میرسیم، برای اینایی که حق ما رو خوردن، به ما ستم کردن، جنایت کردن، به شما ظلم کردن، یا پیروز میشیم بر اینها و خداوند به توسط ما اونها رو خوار و ذلیل میکنه، یا اینکه نه، اتفاق دیگه میفته، این پیروزی که گفت میشیم مثل جریان جنگ بدر هست، غزوه بدر، یا اینکه نه، این دفعه اتفاق دیگری میفته، ممکنه ما شهید بشیم که اگر هم شهید بشیم این فضل بزرگی خدا نصیب ما کرده و ای رسول خدا صلی الله علیه و آله مطمئن باشید که ما هیچ باکی نداریم از هر اتفاقی که میخواد برای ما بیفته، چرا که چه پیروز بشیم و چه شهید بشیم برای ما درش خیر هست. اینجاست که میبینیم که مالک ابن سنان به همراه پسر خودش که ابو سعید خدری هست، اینها وارد میدان میشن که بتونن هر که همراه میشن با پیامبر که در جهاد شرکت کنن. اما پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که ابو سعید خدری رو میبینه پسرشون، میگه نه، این سنش در سنی نیست که برای جنگ شرکت کنه، بیاد به میدان جنگ. این که پیامبر ایشون رو با تعدادی از نوجوانان
مدینه برگردون، گفت شما به خاطر کم سن و سالی برید در خونه هاتون باشید، بالاخره شما بتونید خدمات دیگه انجام بدید. از جمله خب همین ابو سعید خدری فرزند مالک ابن سنان هست، در حالی که اشک از چشمان ایشون سرازیر بود برمیگشت به مدینه، چرا که نتونسته بود از فضیلت جهاد بهره مند بشه. خب خواهر ایشون فرعه بنت مالک، فرعه رضی الله عنها، خب ایشون چی جوری بود؟ ایشون که همین صحنه رو با چشم خودش میدید، ایشون با دستان خودش اشک‌های مبارک ابو سعید خدری رو از صورت برادر خودش پاک میکرد و آرزو میکرد در درون خودش که دوباره این چنین صحنه‌ای نبینه که برادرش داره اینجوری اشک میریزه و منتظر بود که چه بسا جنگ دیگری صورت بگیره که در اون جنگ مسلمان‌ها شرکت بکنن و برادرش بتونه بالاخره در اون جنگ شرکت بکنه. اما اون چه که اتفاق افتاد، خب جنگ احد جنگ خاصی بود. اهالی مدینه مرتب اخبار جنگ احد رو پیگیری می‌کردند و میشنیدن که بله بسیاری از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون جنگ به شهادت رسیدن، پایداری کردند و در اون شرایطی که قرار گرفتن. در هر صورت در اون جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم مجروح شدند. مالک ابن سنان پدر فرعه وقتی که این صحنه رو دید، به طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت، چهره پیامبر رو دید و دید خون از صورت پیامبر جاری شده، رفت شروع کرد جلو و با دهان خودش این خونها رو از پیشانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میمکید و حتی نقل شده که بلعید این خونها رو. پیامبر گفت بده بیرون این خون رو، بده بیرون، چون خون حرام بود. گفت یا رسول الله من این کار رو نمی کنم که من میخوام خون شما با خون مالک همراه بشه و سبب بشه حداقل ما از آتش جهنم در امان بمونیم. و همچنان در اون میدان جنگ مالک ابن سنان جهاد کرد و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از دین خدا و از حقیقت راستی دفاع کرد تا اینکه به شهادت نائل شد، در حالی که لبی خندان داشت و در آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت ایشون چهرهش به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکرد و فرصتی پیدا کرده بود که بتونه صورت مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو لمس بکنه و این همون چیزی بود که ایشون آرزوی این رو داشت. اما خب دنباله داستان رو ببینیم. پدر فرعه شهید شده، تعدادی از اصحاب شهید شدن. بله مالک ابن سنان به مقام بزرگ شهادت نائل شد و به سوی پروردگارش رفت و از همه اون مقامات راضیه مرضیه بهره مند شد. اما ایشون در خانواده خودش خیر و رحمت و نیکی رو کاشته بود، غرس کرده بود، مثل درختی و پرورش داده بود. اینها رو بهشون فهمونده بود که محبت خدا و رسول بالاترین چیز برای یک انسان مؤمن هست. از هر چیزی محبت خدا و رسول برای یک انسان مؤمن بالاتر هست و این درخت محبت خدا و رسول در قلب خانواده این کاشته شده بود، رشد پیدا کرده بود و ریشه زده بود. بله زمانی که خبر رسید به مدینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره از احد برمیگرده، ابو سعید خدری با رسول خدا صلی الله علیه و سلم برخورد کرد، ملاقات کرد، پیامبر رو دید، فرزند مالک ابن سنان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به سعد ابن مالک همین ابو سعید خدری کرد، گفت بله پسرم، نعم به ابی و امی انت، بله قسم به خدا که بله پدر مادرم فدای تو باشه که اتفاق افتاده. میگه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک شدم، زانوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بوسیدم و پیامبر به من گفت آجرک الله فی ابی، خداوند در شهادت پدرت به تو پاداش و مزد بده. فرعه رضی الله عنها همینجوری منتظر بود که تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جنگ احد برگرده صحیح و سالم و بعد از اینکه خب اخبار متناقض و متفاوتی اومده بود از آسیب دیدن پیامبر یا خبر دروغینی در مورد شهادت پیامبر و اینکه تعداد زیادی از یاران رسول خدا شهید شدن، اینجا بود که ابو سعید برمیگرده پیش خواهرش فرعه و به خانواده‌اش و اینها میگه که خبر میده که بله نگران نباشید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم سالم هست، در صحت و سلامتی الحمدلله. و خبر داد که پیامبر خدا برگشته و خداوند پدر ایشون رو به عنوان پدرشون رو در خانواده به عنوان یک شهید برگزیده و خداوند رو شاکر بود
و شکرگزاری کردند به خاطر که پیامبر از هر مصیبتی در امان مونده و شاکر بودند که خداوند چنین مقامی رو شامل پدرشون کرده. فریعه بنت مالک یک نمونه‌ای در صبر و پایداری در بین مسلمانان هست، در تسلیم و رضایت خوشنودی در برابر آنچه که خدا مقدر میکنه. بله، پدر ایشون شهید شد و افراد خانواده‌اش رو رها کرد در حالی که هیچی از اموال دنیا نداشتند و حتی چیزی نداشتند برای اینکه بخورند، اما اینها عفت و پاکدامنی خودشون حفظ کردند، قناعت نفسی خودشون حفظ کردند، شرافت خودشون حفظ کردند و خداوند هم به خاطر همین صبر و پایداری و عفت و شرافت اونها رو بی‌نیاز کرد، اینها رو گرامی داشت، در حالی به مرحله رسیدن که اینها در بین انصار از کسانی قرار گرفتن که در اموالشون چنان خیر و برکت قرار گرفت که فقط و فقط به خاطر پیروی و اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه، این یک دستوره، من یستغنی یغنی الله، هر که طلب استغنا بکنه، هی هرس نزنه، هی فکر نکنه کمبود داره، خودش نشون بدی به دیگران من کم دارم، من کم دارم، من ندارم، استغنای نفس داشته باشه، غنای نفس داشته باشه، خداوند همین غنای نفسش رو بهش میده، نمیذاره آبروش بشه دیگران بریزه، نمیذاره پیش دیگران تحقیر و خوار بشه به خاطر نداشتن، بلکه خداوند این فرد بی‌نیاز میکنه. و من یستعفف، هر که حیا و شرم و عفت رو به دنبالش باشه، خداوند هم عفت و حیا و شرم رو برای اون حفظ میکنه. و من تصبر، هر کی خودش به دنبال صبر و پایداری و تحمل در برابر مصیبت ها باشه، خداوند هم صبر و پایداری رو نصیبش میکنه. خب تا همینجا داستان رو داشته باشین، داستان فریعه بنت مالک رضی الله عنها رو تا در قسمت سوم یا جلسه بعدی بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. تا فرصتی دیگه، خدایا رو نگهدارتون.